توی همه دنیا وقتی که اعتراضات در یک کشور شکل میگیره می نشینند با اونا صحبت میکنند. هیچ جای با گلوله جواب نمیدن، با مشت آهنی جواب نمیدن، توی دهن مردم نمیزنن، هیچ جای مردم جمع نمیکنن، نمیبرن توی زندان ها. و ما دل سوزانه که عرض میکنیم که همه جای دنیا می نشینن با اونها که مشکل کجایه، شما اعتراضتون چیه؟ بنده ندام همینه به مسئولان امر که مشکل وجود داره و این مردم کسانه آمدن خداییش هم اینه که مشکل داره. این ملت ایرانی که الان قریب به 2 ماهه که ناله مردمه و فریاد مردمه و من توصیه مانه که صدای مردم، فریاد مردم را بشنوید. این مردم ایرانند، این ولی نعمتند و توصیه ما همینه در سطح کشور که مردم به گلوله های جنگی مورد هدف قرار ندن. مامورین واقعا بعض صحنه هم که انسان میبینه و بدون اختیار هم گریه میکنه. میبینی که بچه های کشته میشن، زن های مورد حمله قرار میگیرن و یا صحنه های دلخراش هم بعضی که نسبت به معترضان انجام میگیره. توصیه ما اینجا به مسئولان امر و به نیروهای مسلحانه که شما نیروی مردمی بودید و امتیازی که در گذشته یاد می کردیم که همین بود که نظام مردمیه، نیرو مردمیه و لحظه ما به مردم برگردیم، به مردم توجه کنیم و هیچ وقت مردم نکشید.